درود به دوستان عزیزم. امروز میخوام راجع به هزینه قله اورست و قله‌های هشیزاری که در کشور پاکستان، نپال و چین هستن باهاتون صحبت کنم. دوستان خیلی سوال پرسیدن ازم راجع به هزینه‌هاش. ببینید همه چی بستگی به پکیجی هست که شما برمی‌دارید. من پکیج استاندارد دارم بهتون میگم، فول پکیجش از 35,000 تا 46,000 تا برای اورست هزینه هست و برای خدماتی که به شما میده کمپانی که باش قرارداد می‌بندید و خدمات شامل اینا میشه که خدمات آشپزخونه، خورد و خوراکتون هست، خدمات مثل چادراتون، جای استراحتتون هست تو بیس کمپ و کمپ های بالا و اینا همه شامل این 35,000 تایی که میدید هست. و هزینه‌های جانبی دیگه، یه هزینه بیمه دارید شما که باید حتما پرداخت کنید. بهتون توصیه میکنم که برای تمام قله‌ای که میرید حتما بیمه رو خریداری کنید. سعی کنید از خود کمپانی که تو نپال هست یا کمپانیایی که برای اونا مورد تایید هستن استفاده کنید و نرید از کمپانیایی بگیرید که بعد به مشکل میخورید و هزینه‌ها خیلی بیشتر از اون چیزی میشه که شما فکر میکنید. پس لطفاً اینو توجه داشته باشید. همون کمپانی که شما رو داره ساپورت میکنه واسه سودتون، مطمئنا خودشون هم اینشورنس دارن و میتونن به شما اینشورنس رو بدن و شما هزینه‌شو پرداخت میکنید. برای قله اورست تنها فقط $1800 یادمه که من خودم پرداخت کردم سال 2024 و خب حالا مبلغش نمیدونم امسال رفته بالا یا نه. و برای قله‌های دیگه هم 1200 بین 1200 تا 1300 تا هست هزینه‌اش. برای قله‌های هشیزاری دیگه برای پاکستان همین حدوداً هولوش 1800 تا 2000 تا هست. برای هزینه‌های دیگه یه $1800 پاداش شرپاتون هست که باید بهش پرداخت کنید که بعد از حالا سودتون اگه موفقیت آمیز بود یا اگه حتی به هر دلیل خودتون نتونستید و کنسل کردید باید پرداخت کنید. یه هزینه بلیت رفت و برگشت خودتون هست که باید از کشورتون به اون کشوری که مد نظرتون هست برای سود دارید میرید پرداخت کنید. یه هزینه دیگه هست، یه پاداشی هست به خدمه هایی که توی بیس کمپ و کمپ های بالا به شما دارن خدمات میدن، مثل حالا آشپزخونه، غذا و خورد و خوراکتون دارن تهیه میکنن و بهتون کمک میکنن، به اونا باید بدید که از 300 تا 400 بستگی خودتون داره، میتونید از $300 بدید یا 400 یا بیشتر. یه هزینه دیگه هست که باید به پورترها بدید که تو مسیر باهاتون هستن. قبل از رسیدن به بیس کمپ باراتون رو حمل میکنن، یه سری بارایی که همراهتون هست، دافل بگ و یا بارای اضافه که دارید که اونا پاداش میگیرن. دیدم که مثلا بچه‌ها حتی $60 یا $100 دادن. حالا بازم اونم واسه خودتون چقدر میخواید بدید، ولی خب دیگه نرمش دیگه $100 هست باید پرداخت کنید. و هزینه‌های دیگه اینه که اگه شما رفتید حالا به هر دلیل صعودتون یکم طولانی شد، میخواید به سمت به سمت روستاهای پایین‌تر برید برای اینکه یه ریکاوری کنید، یه هزینه‌های اضافه هست که من خودم هم توی برنامه اورستم، خب اورست لوتسه که داشتم، برگشتم بعد از همهواییام به سمت نامچو بازار و یه چیزی هولوش $1000 هزینه شد واسم که خب اونم بستگی خودتون داره چقدر هزینه میکنید، چقدر حالا میخواد بیرون شام بخورید یا هتلی که دارین انتخاب میکنید. خب هزینه خیلی کمتر هم خواهد شد، مثلا شاید حتی با $100 $200 هم بتونید این کار رو انجام بدید. و یه هزینه رفت و برگشت دوباره از بیس کمپ به حالا اون محلی که برای ریکاوری میرید به صورت رفت و برگشت، اگه خواستید با هلیکوپتر برید یه چیزی هولوش 1500 تا هزینه شه و اگه پیاده برید خب هزینه‌ای نداره براتون، خودتون میرید و برمیگردید. و برای قله‌های دیگه هشیزاری که تو نپال هستن از 12,000 تا، مثل مانسلو از 12,000 تا شروع میشه. برای قله‌های دیگه هم حالا در نپال بین 15 تا 20,000 تا هزینه شونه. دو تا قله‌ای که تو چین هستن، مسیر نرمالی که از چین هستن، بین 35,000 تا هر کدومشون هزینه شه. برای قله‌هایی که تو پاکستان هستن، K2 که خب معروف ترینشونه و یه قله خیلی سرسختیه، 35,000 تا برای اون هزینه هست. و هزینه‌های قله‌های دیگه‌ش هم بین از 25 تا 30,000 تا هست که باید مد نظرتون باشه.
و خدمات بیمه واسه کشورهای مختلف فرق میکنه و واسه پاکستان و کشور چین باید بیماش مبالغش خورده فرق میکنه بسته به اون تایمی هست که شما میرید. پس این مبالغی هست که شما باید حتما پرداخت کنید و امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه. مطمئنم برای ویدیوهای بعدی حتما براتون در مورد تجهیزات صحبت میکنم، کاملا توضیح میدم بهتون که چه تجهیزاتی برای این قله‌ها نیاز دارید و به امید خدا ان شاءالله بتونم کمکی کرده باشم به شما. ممنونم از همتون هم عذرخواهی میکنم بابت اینکه دیر این ویدیو رو دارم میذارم، چون خیلی تایم نداشتم و امیدوارم که همگی هر کس که قصد صعود به این قله ها رو داره به خوبی صعود کنه و به سلامت برگرده به کشورش و آرزوی موفقیت برای همه میکنم و آرزوی روزای خوب برای ایران و تمام ایرانیان عزیز در هر جای دنیا. با امید دیدار بعد.